خدا اگه ترس از آبرو بود سوار ماشین نمیشدم. من که آبرو دارم. خب بگو ببینم، عجله دارم، حرفتو بزن. چته؟ حالا چرا داری اینجوری رفتار میکنی؟ اصلا مگه با من مشکلی داری تو؟ آره خیلی مشکل دارم، اما با تو نه. پس چی؟ آره مشکل زیاد دارم، قصد دارم، هزار تا کوفت و زهرمار دارم. بعد تو از من انتظار اعصاب آروم میخوای؟ همه این مشکلاتو دارم ولی قصه نخور، درست میشه. چجوری درست میشه؟ یا تو میخوای برای من درست کنی؟ تو اجازه بده با هم اوکی بشیم، من در حد توانم به تو کمک در میکنم. حد توانم یعنی چقدر؟ یعنی چی این حرف؟ اصلا درست نبود. حد توان تو میتونه مشکلات منو حل کنه الان؟ آره، فقط باید به من فرصت بدی. مشکلات من به من فرصت نمیده که بخوام به خاطر تو صبر کنم. برو بابا اصلا. میخوام صیغت کنم. چی؟ صیغه؟ چون بیوه هم داری همچین پیشنهادی رو به من میدی؟ یا بشین با هم حرف میزنیم. خب بگو. چرا اینقدر زود جوش میاری؟ چرا شما مردا به ما زنای بیوه پیشنهاد صیغه میدین؟ مگه ما مثل مجرده دل نداریم؟ بابا ما یه بار تو زندگیمون شکست خوردیم. قرار نیست که این همه حرف بشنویم. من اصلا با شرایط تو هیچ مشکلی ندارم، ولی خانواده‌ام اجازه نمیدن که با یه زنی که یه بار ازدواج کرد و یه بچه داره باش برم زیر یه سقف. خانواده‌ات چطور میذارن یه زن صیغه کنی بری باهاش اشغال، بعدش بری با یکی دیگه ازدواج کنی؟ نه عزیزم اینطوری هم نیست.